دادگاه شهری سربخواه روسیه دیروز حکمی ناظر منطقوی را که خنک نظریش باعث مرگ هوایدوی 5 ساله شد اعلان کرد. طبق قرار دادگاه گیورگی کوزنتسوف به 10 ماه کارهای اصلاحی مشغول می شود. بر علاوه او حق ندارد 2 سال در مقامات دولتی کار کند. اما پدر هوایدو طلازاده به شدت از این حکم ناراضی است و میگوید مقامات تفتیشاتی او را فریب دادند. و قول مقامات تفتیشاتی روسیه گیورگی کوزنتسوف 6 ایونی سال 2017 به شکایت یک زنی ساکن شهر سربخوو در نسبت الکساندر سیامین خنک نظری کرده است. این زن شکایت کرده است که الکساندر سیامین نسبت دختری او حرکت‌های شبحانی کرده است. اینچنین به گفته مقامات روس این ناظر منطقوی از تحقیق جنایی عملهای سیامین خودداری کرد و عاقبت کار به قتل وحشیانه هوایدو طلازاده انجامید. کوزنتسوف این اتهامات را رد میکند. عبدالسلام سعیدوف میگوید بجز از حکم ناظر منطقوی و از روند تفتیش قضیه مرگ دخترش به کلی ناراضی است، چون به گفته او مقامات روسیه تحقیق الکساندر سیامین متهم اصلی در تجاوز و قتل وحشیانه هوایدوی 5 ساله را نیز کشال داده ایستادند. پدر هوایدو میگوید او و وکیل دفاعش را حتی با پرونده آشنا نمیکنند. قضیه قتل هوایدو طلازاده از 10 ماه به این طرف ادامه دارد. هوایدو طلازاده زاده شهر کلاب روز 22 ایولی سال 2018 در نزد خانه‌شان از میدانچه بازی در شهر سربخوو ناپدید شد و جسد او را روز دیگر در بالخلطه ورزشی در نزد راهی آهن پیدا کردند.